ذخیره‌های ملوان صالح نیا به ساعتش نگاه میکنه، اونور پور حیدری تاب و توان نشستن رو کم کم از دست میده. قویدل حالا به غلام محمد بند پیش روش زرینچه رو داره، در کنار هم ترجیح میدن ملوانی ها که منطقی تر کار بکنن. فرصت برای قویدل، به تو میره قویدل، فرصت برای قایقران، ضربه قایقران رو جمع میکنن یاران تیم استقلال. حالا حساسیت بازی دو چندان میشه. پورغلامی توپ رو میگیره از شارخ بیانی. گویی دو تیم میخوان توی یک دقیقه کار رو صورت بدن و اون 119 دقیقه رو به فراموش بدن. فنونی زاده برای زدن ضربهش رو میزنه و ضربه اول فنونی زاده تبدیل به گل میشه. بعدی ملوان مشکل بیشتری برای ضربات دارن. حالا احمدزاده میزنه توی دروازه برای بایستی که بزنه ورمزیار. حبیبی مترصد دریافت توپ میزنه توی دروازه، مهیا کرده. حالا قایقران میزنه و توی دروازه. قلعه نویی آماده میشه، حبیبی هم همینطور. حالا برای زدن ضربهش رو میزنه احمد رضا عابدزاده، اینم قنبر نژاد و توپش رو به خوبی به کنج دروازه میزنه و علیرغم شیر حالا سوت خوشخان و ضربه مرفاوی تبدیل به گل میشه. 4 داریم چه خواهد شد. میره محمدیان برای زدن ضربه، حالا میزنه و او خوب میزنه محمدیان. سرخاب حالا میره برای زدن ضربهش رو میزنه و این باز همه میدونه. ببینیم چه میکنه پرورشخواه. میزنه و توی دروازه. اینجا هم کار به وقت اضافی میکشه. پنالتی رو هم دو تیم به وقت اضافی میکشن. حالا هر از این به بعد هر ضربه سرنوشت سازه، یعنی هر ضربه حدر بره یا دروازه‌بانی بگیره کار تمومه. ببینیم شاهرخ چه میکنه. میره ضربه‌ش رو هم میزنه، به تیر دروازه میخوره، به ثمر نمیرسه. ضربه شاهرخ. محمد علی چیکار می‌کنی؟